سلام. هفته گذشته شاهد انتشار یک موضع‌گیری سینمایی قدیمی از مقام عظما بودیم که این سوال رو به وجود آورد: جریان چیه؟ وسط این همه بحران منطقه‌ای و داخلی و بین‌المللی چی شده که آقا یاد تعریف و تمجید از یک فیلم سینمایی افتاده؟ بعدم تازه چقدر کارشناسی به همه چی اشاره کرده. رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار عوامل فیلم ماجرای نیمروز فرمودند این فیلم بسیار عالی بود. همه اجزای فیلم عالی بود. کارگردانی عالی بود. بازی‌ها عالی بود. قصه عالی بود. فیلم خوش ساخت بود. بعد هم یه جاهایی وارد محتوا شده، چون ظاهراً این فیلم خیلی خاطرات رو براش زنده کرده. بعد جمله درباره سکانس پایانی فیلم گفته که آن روزی که این قضیه محاصره منزل موسی خیابانی اتفاق افتاد، من محضر امام بودم. بچه‌ها آمدند و گفتند قضیه تمام شده. با دیدن فیلم شیرینی آن روز تکرار شد. اینجاست که پرچم آفساید بالا میره تا ببینیم که این فیلم خوش ساخت، خوش بازی، خوش قصه، خوش نمک جریانش چیه؟ حالا زود تحویل شما بدم که چی بشه؟ میخواین بفرستینشون سینه دیوار دیگه. بالاخره باید بفهمیم اینا برای چی ریختن تو خیابون. اگه اینجوری پیش بریم باید وصیت‌نامه‌تو بنویسی. تو تا آخر تابستون بتونی خودتو حفظ کنی، همه چی خود به خود درست میشه. باش ولش کن. به خدا من رسره بیازم فیلم ماجرای نیمرو، بله نیمروز نه، همون نیمرو. چون اگر شما برید نگاه کنید میبینید که یه فیلم تخم مرغیه که اندازه پخت یک نیمرو هم روش وقت نداشتن. قهرمان اصلی فیلم که عکسش هم توی این پوستر در وسط دیده میشه، یه جوجه پاسدار پریشان احواله به اسم حامد که مثلا 20 سال سن داره ولی عقل و رفتارش مال 10 سال قبلشه. کلا مثل همه پاسدارا از بحران شخصیتی رنج میبره و یک کاراکتر متزلزل مذبذب داره که نمیتونه درست تصمیم بگیره. حالا اینو کرده قهرمان اصلی فیلم. شما داشته باش. فریده هم تو خونه است. دیدیش؟ حواسم هست نگرانش. نه برای این نگفتم. برای چی گفتی؟ نمیدونم برای چی گفتم. کاش میتونستیم کمکش کنیم. چیکارش کنیم مثلا؟ نه هیچی نمیدونم. ها؟ همینجوری گفتم نمیدونم. حامد خیلی مواظب باشه. کاراکتر بعدی یه جوجه بازجوه که اگر شما نبوده باشی تو ایران اصلا فکر میکنی نوه مادر ترزاست. تو دهه 60 تو زندان اوین به زندانیا کمتر از تو نمیگه. چنان شیر عطوفت و رأفت رو باز میکنه توی فیلم که خود کارگردانم به شک میکنه که این با مجاهدین یا پاسداره. یه جوری حرف میزنی اگه یکی از بیرون بیاد تو رو نشناسه فکر می‌کنه تو واقعا سمپات اونایی. دست شما درد نکنه دیگه. نه حالا هر چی دلتون میخواد دارین بار من میکنین دیگه. آخه حالا اینا به کنار، یکی از فرازهای فیلم اونجاست که رامبوی نظام وارد میشه. یه تیپ استیون سیگالی که از وسط جبهه هلیبورد میشه وسط فیلم ماجرای نیمروز. یه آدم عصبی که تنها کاری هم که بلده تخم شکستنه. یعنی مثلا دیگه خیلی کاراکتره. تیپ پاسدار فابریک چمرانی. حاکم آقا رحیم گفتن که میخوان قبل از اینکه خبر به خودشون برسه خودتون برید یک گزارش چیزی بدید بهشون. بهتره. من چه ربطی داره؟ خود رحیم بره بگه. شما شناسایی میکنی نفهمی که تو خونه است نه؟ کجا باید بفهمیم؟ شما نمیفهمی ما باید بفهمیم. به رحیم بگو همونجوری که میره همه جلسه ها رو اینم بره خودش بگه. بگو کمال گفت اگه تونست منو ببره. پاشو بریم بابا. برو کنار. زوردان سرچ کرد جون نمیدن تا اینجای کار بازجو و پاسدار و قاتل و گیج و منگ جمع شدن. یه جاسوس کم دارن که اونم کارگردان با کپی کردن از چهره سعید امامی، همون قاتل خودکشی شده اطلاعات، وارد سناریو میکنه و اسمش هم گذاشته صادق. این کارش گشت زنی و رد زنی و این کاراست. به همه هم شک میکنه طوری که حتی به خودش هم شک داره. اسم هم به پا گذاشتی؟ از خودم هم به پا گذاشتم. برای بازی در نقش رئیس این دار و دستم یک کمدین رو گذاشتن که توی این فیلم
تسبیح از دستش نمیفته و نصف تایم فیلم تو کار ریا و نماز خوندن و دعا کردن. سبحان الله رب السماوات. الله اکبر. که به عهدشون با خدا. داستان فیلم که مثلا قراره ترو استوری هم باشه و اولش هم می‌نویسه که بر اساس داستان واقعیه، با یک صحنه کاملا غیر واقعی شروع میشه. روز 30 خرداد 60 تهران. نگاه کنید، نگاه کن صحنه رو. همه خوش و خرم، نه دیکتاتوری هست، نه چماقداری هست، نه امام خمینی انقلابی رو دزدیده، نه حجابی اجباری شده، نه جریان‌های سیاسی سرکوب شدن. یعنی مهد آزادیه. همه گروه هم دارن آزادانه فعالیت سیاسی میکنن. تهران نگو، پاریس بگو. درست توی یه چنین وضعیتی یه مجاهد به صورت کاملا اشقکی و بی‌هدف میره روی سقف پیکان وای میسته، اطلاعیه سیاسی نظامی میخونه تو خیابون انقلاب که آقا هیا علی خشونت بشه تابید برای خشونت. اطلاعیه سیاسی نظامی شماره 25. بسم الله الواحد القهار. سازمان مجاهدین حرب ایران از خلق قهرمان ایران پس اجازه می‌کند تا پس از این به یاری خدا در قبال حفظ جان اعضای خود به ویژه اعضای مرکزی سازمان قاطع‌ترین انقلابی را معمول بدیهی است برابر اعلامیه حاضر. از این پس مسئولیت هر آنچه که این مقاومت انقلابی واقع شود تنها و تنها بر ذمه مرتجعین انحصارطلب و اوباش تمامدار آنها. در هر موردی هم که کیفر فی المجلس جنایتکاران در این انجام جرم ضد انقلابی میسر نباشد، به زودی و به طور مضاعف عاملان و عاملان مربوطه را به جزای خود برسانند. سازمان مجاهدین و این گونه بود که خشونت توسط مجاهدین آغاز شد. یعنی توهین به شعور مخاطب بیشتر از این نمیشه. چی فرض کردی تو بیننده رو؟ یعنی از 57 تا 60 هیچ خبری نبود؟ 70 نفر از مجاهدین کشته نشده بودن؟ 3000 نفر دستگیر نشده بودن؟ چماقداری و حمله به دفتر و ستاد مجاهدین و آتش زدنش نبود؟ ولایت فقیه هم که حتما اوج دموکراسی بود ها؟ اصلا ما چیزی نمیگیم. پسر آخوند خزعلی که خودش همه جا بوده میگه آقایان اصلاح طلبان، شما خشونت طلبان دهه 60 بودید، انکار نکنید. من نمیدونم، هر کی میگه من نبودم، اما در شورای مرکزی حزب جمهوری تصویب شد که کاری کنیم که مجاهدین خلق دست به سلاح ببرند تا سرکوبشون کنه. اشتباه از همین تندروی جناح حاکم بود واقعا. بله، عظما اینو میگفت کارگردانی عالی، قصه عالی، بازی عالی. طرف تو سینمای جهان فیلم میسازه مثلا درباره فرعون 3000 سال پیش، نخ لباسش هم حساب میکنه مستند باشه. بعد تو این صحنه است درست کردی از 36 سال پیش. نگاه کن، اولش نوشته 30 خرداد 60، بعد نشریه مجاهدی که توی دستش دادن مال 5 روز بعده. این تاریخش، اینم تیترش، نوشته گامی فراتر از شاه که اشارش به همون شهدای 30 خرداده. بعد اینو داده دستش. پشت میز کتاب عکس زده از مسعود رجوی با کلیشه این عکس. آقا این عکس مال سال 72 است. یک کلیشه واقعی نتونستی پیدا کنی. بعد عکس رنگی بنیانگذارای مجاهدین رو تو سال 60 از کجا پیدا کردی؟ عکس رنگی؟ فتوشاپ مگه داشتن اون موقع؟ بعد آخه یکی دوتا که نیست. توی صحنه دیگه مثلا عکس افراد تحت تعقیب توی تهران رو زده روی دیوار. بعد عکس سعید محسن بنیانگذار مجاهدین رو گذاشته اونجا به عنوان نفر تحت تعقیب.
آقا سعید محسن 9 سال قبلش شهید شده بود. بعد کاش فقط سوتی مال طراحی صحنه و فضاسازیاش بود. تو سناریو تو سال 60 طرف برمیگرده میگه سازمان فقط شورای رهبری نیست. داخل سازمان که فقط رجبی و شورای رهبریشون نیست که. شورای رهبری اول بار سال 72 تشکیل شد، اسمش اون موقع مطرح شد. اون زمان اسمش دفتر سیاسی بود. 2 برگ تاریخ رو میخوندی، بعد سناریو مینوشتی. کارگردانی عالی، قصه عالی. دیگه خودتون ببینید که سواد مقام عظما چقدر عالی. حالا بریم سکانس بعدی فیلم. 31 خرداد سال 60 زندان اوین. اونایی که کهریزک 88 رو دیدن یا در موردش شنیدن، اونایی که زندان قرچک ورامین رو دیدن، این تیکه رو داشته باشن. سال 60 دوران طلایی امام شبی 100 تا اعدام میکردن. یعنی شما همینطور که نگاه کنید فکر میکنی آسایشگاه سالمندانه. بازجوها مثل دکترهای روانشناس در حال کانورزیشن سایکولوژیکن. دوستات میگن تو دانشگاه یزدی حرف نمیزدی. لهجه نداشت اون موقع. مسعود وقتی یه دروغی میگی همه چیزت دیگه دروغه. دیگه نمیشه به حرفات اعتماد کرد. دروغ چیشی؟ من دروغ نگفتم. مسعود تویی داری کار خودتو سخت میکنی. بله، این یه برخورد پر عطوفت میکنه، اونم سیر تا پیاز رو تعریف میکنه. کی؟ فردای 30 خرداد 60. ادعا داره فیلمش هم مستنده، ولی توی این فیلم هیچ اشاره‌ای به این عکس نمیکنه. روزنامه اطلاعات 3 تیر 60 درج شده. صحبت از دستگیر شدگان 30 خرداد میکنه که بدون احراز هویت اعدام شدند و از والدینشون میخواد که بیان شناسایی کنن. در ادامه این روند پرعطوفت در زندان اوین با جنبه‌های جدیدی از شخصیت بازجو آشنا میشیم. آدم‌های رئوفی که همش دنبال نجات جان زندانی و دوستانشون هستند. به چه طریق؟ به وسیله همکاری اطلاعاتی و لو دادن همون دوستان. نمیدونم کاری که دارم میکنم درسته یا غلط. آدم ها رو گیر نمیندازی، نجات میدی. هر کدوم از تگ‌نویسی های تو همجونه یه آدم بیگناه رو نجات میده، همجونه دوستای خودتو. تو بهشون خیانت نمی کنی، داری کمک میکنی با پرونده سبکتری دستگیر بشن. با پرونده سبکتر دستگیر بشن که نجات پیدا کنن؟ حالا ببینیم با همین پرونده سبک ها چه برخوردی میشد. فقط من برای اطمینان خودم میخوام بپرسم که همه کسانی که اعدام شدن با اسلحه دستگیر شده بودند؟ یعنی شورش مسلحانه کرده بودن؟ همشون شورش مسلحانه کرده بودن، ولی افرادی که دست میگیرم خیلی هاشون خونه تیمی بود. ما میرفتیم اونجا مثلا 1-2 تا اسلحه بیشتر نبود، یا تو خیابون مثلا میگرفتیمشون، اسلحه نداشتن خیلی. خب این چطوری میشد مصداق شورش مسلحانه؟ اینا جزء اون سازمان بودن. آمادگی برای عملیات شخصا این کارو بکنه؟ نه، وقتی که کسی عضو یک جریان به اصطلاح یه لشکری است، اون لشکر که مثلا مسلحانه داره میجنگه، حالا چه مسلح باشه اون فرد چه نباشه، ولی اینکه با یه روزنامه گرفته باشن. بله، اینا جزء اون سازمان بودن دیگه. این آمادگی عملیات داشتن. حالا یه کسی ممکنه بره امروز برای این خونه تیمی نون بخره، یکی بره مثلا فرض کن امکانات دیگه تهیه بکنه، یا اصلا نیروی عملیاتی نباشه، نیروی تبلیغاتی باشه، ولی بالاخره جزء ایناست. برای یه یگانی که میجنگه همه چی داره دیگه، همه که فهم اسلحه ندارن. درسته؟ پس معنی نجات جان با پرونده سبک رو هم فهمیدیم. اما یکی از چیزهایی که توی فیلم تلاش میکنه به صورت باسمه‌ای نشون بده اینه که بگه آقا مجاهدین به خشونت کور متوسل شدن و همینجور بی هدف به صغیر و کبیر شلیک میکردن و اینقدر این دروغ رو آماتوری و به سبک فیلم‌های تخیلی ارائه داده که صدای کارشناسای خودشون هم در اومده. اون بخشیش که راجع به مجاهدین هستش و تضاد و برخوردی که بین مجاهدین و نظام جمهوری اسلامی ایران به وجود میاد، راجع به اون بخش که اصلا دیگه هولناک بود، وحشتناک بود، برای اینکه
مطلقاً به شما نمیگه که چرا این اتفاقات داره میفته، فقط میگه اینا رفتن ترور کردن. یعنی نگاه شما این هستش که آقا اینا یه مش آدمای سادیست مجاهدین، اینا یه مش آدمای روانی هستن که همین به صورت کور دارن ترور میکنن، بقالو میزنن، عطار میزنن، روحانی رو میزنن، بسیجی رو میزنن. اینا فیلم به شما اصلا کمکی نمیکنه که شما یک مقداری، یه 5% 10% نسبت به اون دوره به دست بیارید. آفرین، اون دوره به درد که آقا ریشه این تضاد در کجا هست؟ تو خود فیلم که تو نمیفهمی که ریشه مشکلات چیه. به خاطر همین کارشناسای وزارت اطلاعات رو آوردن تا توضیح بدن که ریشه چی بوده، که اینا هم اومدن دروغی بر دروغی دیگه اضافه کردن. یک مثلا کفاشی رو که مثلا هیچ گناهی هم نداشته، یعنی خیلی کاملا به صورت اتفاقی مثلا گیر اینا میفته رو ببین مثلا تو صفحه 20 شماره 129 میاد میگه که نیروهای ما با توجه کنن خیلی از کسایی که دکه سیگار میزنن، بساط پهن میکنن، نمیدونم دست فروشن، مغازه تو مغازه ها هستن، اینا ممکنه که پایگاه اطلاعاتی رژیم باشن یا ممکنه اینا جاسوس باشن. جالب اینه که تو همین فیلم پنبه این یکی حرف خودشونو زدن، چون همه عناصر اطلاعاتی سپاه رو دقیقاً با همین پوش سبزی فروش و کفاش و تعمیرکار نشون داده. تحویل شما یا علی. حالا اینکه چیزی نیست، اخیراً خود آخوند فلاحیان استفاده از جاسوس پوششی رو به عنوان یک قانون اطلاعاتی ارائه کرده. وزارت اطلاعات پوشش لازم داره برای جمع آوری اطلاع، چه در داخل چه در خارج. یعنی مثلا ما که یه مأمور اطلاعاتی نمیفرستیم بره فرض کنید که آلمان یا روسیه یا آمریکا بگه خب من از وزارت اطلاعات هستم لطفاً اطلاعاتتون رو به بنده بدید. در پوشش کار تجاری، کار بازرگانی یا پوشش بیشتر شغلای شما خبرنگاری، خب خبرنگارا خیلیشون عوامل مثلا ما نیستیم درآمد می شود که در همه پوشش ها ما هستیم، یعنی اطلاعات میتونه باشه در سطح پوشش بوده، اینا پوششه. من دیگه حرفی ندارم. من نمیدونم چرا کارگردان از اول تا آخر فیلم در حال فراره، چون تمام مدت تلاش میکنه از نشون دادن اون ور قضیه یعنی مجاهدین فرار کنه. از اول تا آخر دوربین رو گذاشته کنار 5 تا پاسدار پرتاب که اصلا معلوم نیست به خودشون چندن. تو که کارگردانیت به قول مقام عظمی عالیه، خب دوربین رو بردار یه سکانس هم از اون ور نشون بده. تو داخل خونه تیمی چی میگفتن؟ هر وقت که دوربین میرسه به داخل خونه تیمی همه کشته شدن یا نیستن. خب این صدای منتقدای حکومتی رو هم در آورد. یعنی اینکه ما وقتی نمیدونیم اونور چه خبره، هر چقدر که شما محق باشی بچهای اینور که همه تیپن بیشترم نمیشن، در واقع محق نیستی، چون اونور نمیشناسیم که همه چی هم بعدش اتفاق میفته. بمبگذاری کردن حاصلش رو میبینی، یعنی هیچ چیزی بازسازی نمیشه و ما وقایع اینه بود که گفتم دراماتیزه نمیتونه بکنه. فیلم تماما آگاهانه یا ناتوان قادر نیست هیچ حسی رو برمیانگیزه. هرچند که توی فیلم از اینکه در درون مجاهدین چی میگذره و علت فعالیتشون چیه چیزی نشون نمیده، ولی اینکه با کاراشون چه بلایی سر نظام آوردن رو اعتراف میکنه. با چه خبری بدی داری؟ رجبی و بنی صد از چنگمون در رفتن پاریس. میگه میشه از کدوم مرز؟ از مرز هوایی، از فرودگاه. این آقا رفتن نشستن تو هواپیما با پرواز رفتن پاریس. مگه میشه؟ شده دیگه. همه جا آدم دارن، تو گیت پرواز آدم دارن، تو حفاظت فرودگاه آدم دارن، خلبان از خودشونه، مهماندار از خودشونه، برج مراقبت باشون هماهنگه، هر غلطی دلشون میخواد میکنن. تمام این ماسپندی ها رو کرده که ته خط برسه به ماجرای نیمروز، یعنی سکانس آخر فیلم، یعنی حمله به خونه زعفرانیه که میخواسته با این صحنه یه خاطره شیرین رو برای خامنه‌ای تجدید کنه.
ولی تو اجرای این سکانس یک اکشن آبگوشتی تحویل میده که فیلم‌های استیون سیگال در برابرش سینمای فاخر حساب میشه. بابا ناصر ملک مطیعی هم تو فیلم مهدی مشکی وقتی بزن میکرد 2 بار کلاهش میافتاد، ولی اینجا پاسدارا ضد گلوله هستن، بهش رگبار هم که میبنده از دماغش هم خون نمیاد. یعنی خلاصه سکانس اکشن در نیومده. من نمیگم ها، منتقدای خودشون میگم. پس تو باید تو این سکانس یه خونه تیمی مجاهدین که الان رهبرم توشه، رهبر داخلیشون توشه، این نشون بدی. نشون نمیدی، یعنی جغرافیای خونه در نمیاد. وقتی جغرافیا در نمیاد تو بسنده میکنی به این نارنجکی که از زیر در میندازی دختره میفته. خیلی بده این اجرا. در نهایت میشه این فیلم رو به عنوان یکی از فیلم‌های سفارشی سینمای آخوندی دسته‌بندی کرد که تلاش ناشیانه‌ای برای تحریف تاریخ کرده. شاید ما وقایع ابتدای دهه 60 رو ندیده باشیم، ولی 88 رو که بودیم و دیدیم که توی فیلم‌هایی مثل قلاده‌های طلا چه صحنه‌های مضحکی رو به جای تاریخ سرهم کردن دربارش. از روی اون میشه فهمید که فیلم سفارشی ماجرای نیمروز هم چقدر به حقیقت نزدیکه. وقتی رجبی از فرانسه برگشت، موسی و بقیه کادر مرکزی رو توجیه کرد که وارد فاز نظامی بشن. بعد از اون اوضاع ما کلاً تغییر کرد. دقیقاً از کی؟ از همین فروردین، اول امسال فروردین. تیر خلاص این فیلم رو اما خود خامنه‌ای با تعریف و تمجید از این فیلم شلیک کرد، چون برای همه روشنه که وقتی خامنه‌ای مهر تایید فیلمی رو میزنه، این بدترین دفاع از اون فیلمه. شاید به همین خاطرم توی 5 ماه گذشته این تعریف خامنه‌ای رو منتشر نکرده بودند تا اکران فیلم تموم بشه و سفارشی بودنش معلوم نشه. البته حکومتی بودن فیلم ماجرای نیمروز چیز پوشیده‌ای نبود و همون موقع گفته بودن. این فیلم یه فیلم حکومتی بود. حالا یکی از نهادهای وابسته به حکومت اینو ساخته بود که بگه که مثلا مجاهدین آدمایی بودن که مثل آب خوردن آدم میکشتن، ولی خب کسانی که داشتن با اینا مبارزه میکردن عواطف انسانی داشتن. اون رحیم فرمانده سپاه و نمیدونم اینها، اونا یه مقداری رحم سرشون میشد، یه مقداری احساس داشتن اینها که خب بله خب در برابر ترورایی که اونا کردن، بمبگذاریایی که کردن، ما مثل شن اعدام کردیم توی زندان اوین، بعدم که اون اعدام‌های سال 67 به وجود آمد اینا. یعنی جنگی بوده که دو طرف چیز بودن. نمیتونید شما بگی که اونور سفید بود، فرشته بود، خوب بود، اینور سیاه بود، اهریمن بود اینا. انتشار خبر تعریف و تمجید خامنه‌ای از این فیلم، اونم بعد از گذشت 5 ماه، دلایل زیادی میتونه داشته باشه. برگزاری گردهمایی مقاومت در پاریس و مقابله با موج اظهار نظرهای منفی راجع به این فیلم از جمله اونهاست. به جرئت میشه گفت که تنها چیزی که از ساخت این فیلم عایدشون شد، مطرح شدن چند باره نام مجاهدین در سطح جامعه و کنجکاو شدن نسل جوان نسبت به حقیقت ماجرا بود. چنانچه در سرچ گوگل هم نشون میده که نام موسی خیابانی بعد از نمایش این فیلم چندین برابر قبل جستجو شده. این برنامه آفساید رو با جملاتی از سردار موسی خیابانی پایان میبریم. تقدیم به همه اونهایی که میخوان اون رو بیشتر بشناسن. اگر ما اهل چانه زدن و اهل گذشتن از اصول بودیم، خیلی عزیزتر و گرامیتر بودیم اکنون از اونچه که حالا هستیم. ما اگر اهل جاه طلبی بودیم، درها به روی ما بسته نبود. ما اگر اهل جاه طلبی بودیم، اکنون این همه منافق نثار ما نمیشد.
در این میدان است که شما آب دیده میشوید. در این میدان است که ما اصالت انقلابی خودمان را به ثبوت میرسانیم و آینده مال شماست. به این نکته ایمان داشته باشید، یقین داشته باشید که آینده مال شماست، آینده مال انقلابیون است. نیروهای میرا از صحنه حذف خواهند شد. پیروز باشید.